کوایت فشن یا همون فشن ساکت. اصلا فشن ساکت چیه؟ چرا اکثر افراد با کلاس این مد رو انتخاب میکنن؟ توی دنیایی که لوگوها دارن سر صدا میکنن و اکثرا درگیر تبلیغات هستن، یک مدی هستش که در سادگی خودش داره خودش رو نشون میده. سلام، من ماندانا هستم و امروز قراره که ما در مورد مدهای خاص و فشن با هم صحبت کنیم. اگه از اون دسته افراد هستی که دنبال مدهای خاص هستی و میخوای از لباسات سرمایه‌ای داشته باشی و سرمایه گذاری کنی، به نظرم کوایت فشن یا فشن ساده بهترین مورده. کوایت فشن یک ترند نیست، یک فلسفه و یک سبک زندگیه. پس این ویدیو واقعا مناسب خودته. برخلاف فست فشن که همیشه یه ترند جدیدش میاد و هر هفته یه چیز جدیدی ارائه میده، ولی فشن ساکت همیشه ثابته و اصلا به این مدهای جدید اهمیتی نمیده و اصلا بیشتر هدفش اینه که موندگارتر باشه و اصلا پایبند لحظه نیست و اصلا خودشو درگیر هیجانات لحظه‌ای نمیکنه. فشن ساکت همیشه به افرادی که از این سبک استفاده میکنن یه حس حرفه‌ای بودن میده. فشن ساکت یا همون کوایت فشن برای افراد خاص، افرادی که از فشن ساکت استفاده میکنن یه حس خوبی دارن، چون فشن ساکت بهشون حس حرفه‌ای بودن رو میده و از همه مهمتر که یه استایل خاص برای افراد خاص هستش و از همه مهمتر این که یک مدل مینیمال واقعی هسته. اگه به زندگی استیو جابز دقت کرده باشین، اون سادگی خیلی خاصش کرده. فشن ساکت یه لباس نیسته، یه انتخابه. انتخاب این که تو در این شلوغی ها و در این لوگو بازی ها دنبال آرامش هستی، یه آرامش شیک. چه واژه قشنگی، آرامش شیک. حالا تو به من بگو اهل کدومش هستی؟ لوگو بازی یا آرامش شیک و همون کوایت فشن؟ لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. من قراره که در ویدیو بعدیم در مورد اینکه چطوری یک کمد مینیمال با سبک فشن ساکت بسازیم همراه شما هستم.